و اما کشتیبان نظام، فرمانده کل نیروهای مسلح و استوانه جمهوری اسلامی، رهبر عظیم الشأن انقلاب و امید مستضعفان جهان، از جبوتی تا دماغه امید نیک، حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با بسیجیان سخنان بسیار مهمی فرمودند که به همین مناسبت در خدمت پژوهشگر حوزه دکترین سخنان مقام معظم رهبری برای بسیجیان همکارم دکتر هستیم. آقای دکتر سلام و چه کت زیبایی تنتونه امروز. میدونم، من در خدمتم. آقای دکتر، محور سخنان روشنگرانه مقام معظم رهبری را اگه میشه برای بینندگان بفرمایید. سخنان رهبر فرزانه محور اصلیش در مورد وحدتی بود که بین مسئولین موج میزنه که از مشاوره بین رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور که نظرشون به رهبری نزدیکتره شروع شد و به طرح سوال مجلس از رئیس جمهور و حاضر جوابی رئیس جمهور کشید و بقیه کارهای مسئولین محترم. آقای دکتر، این کاری که مسئولین محترم کردن میدونیم که خیلی با ارزشه، ولی نمیدونیم چی هست. خوشبختانه مسئولین محترم قوا تجاوب کردند. این خیلی با ارزشه. خیلی با ارزش این تجاوب. مهم نیست که چی هست، مهم اینه که با ارزشه. اینکه مسئولین بدون اینکه نماینده سوال کنن گفتن جواب میدیم، بعد به دلایلی جواب ندادن، خیلی با ارزشه. بنده شخصا به عنوان کوچکترین عضو نظام از نمایندگانی که میخواستن سوال کنن بعد امضاشون رو پس گرفتن و از آقای رئیس جمهور که گفت اگر بیام یه چیزایی میگم که به نفع بعضیا نیست و تمام کسانی که سوالی نکردن و جوابی نشیدن تشکر میکنم. لازمه از اینها تشکر بشه. مسئولین قوا، رؤسای سه قوه تجاوب کردن. بله، منم به خاطر این تجاوب تشکر میکنم. این با ارزشه. همین که مجلس میگوید میخواهد بپرسد، مجلس میگوید میخواهد بپرسد، این احساس وظیفه است. دستگاه دولتی میگوید میخواهد با اعتماد به نفس پاسخ بدهد و از عهده پاسخ برمیاد که اینو به ما هم گفتن. این هم قابل تحسین است. هر دوی قضیه خوبه، لکن من معتقدم این دو نقطه مثبت تا اینجا انجام گرفته، از اینجا به بعد دیگه ادامه پیدا نکنه. همینجا تمام کنن قضیه رو، ادامه ندن قضیه رو، کشش ندن، همینجا چالش کنن تموم شه بره پی کارش. مجلس میخواسته سوال کنه، خب این یعنی احساس وظیفه. دولت هم میخواسته جواب بده، این هم یعنی احساس وظیفه. همین که مسئولین انقدر احساساتی هستن خودش نقطه مثبت و کافیه. حالا اینکه سوال چی بوده چه فرقی داره. فوقش مجلس میخواسته از 200 میلیارد دلاری که از درآمد ارزی گم شده سوال کنه. اولا 200 میلیارد عددی نیست، فقط بودجه 2-3 سال کشوره. بعدم حالا این 200 میلیارد رو دکتر بهمنی و دکتر رحیمی و یا یه دکتر دیگه بالاخره یه جایی همین جا گذاشتن، پیدا میشه. دیگه لزومی به ادامه قضیه نیست. بله واقعا چه لزومی داره بعد از تجاوب با اون با ارزشی قضیه رو ادامه بدن؟ یک امتحان خوبی مجلس داده است، یک امتحان خوبی مسئولین اجرایی دادن. این امتحان خوبی بود. مردم هم با بصیرتن، مردم میفهمن، تشخیص میدهند. ادامه این کار همون چیزی است که دشمنان میخوان. یه امتحان خب مجلس داده، یه امتحان هم دولت. حالا اینکه ببینیم نمرشون چند شده تو این امتحان، این همون چیزیه که دشمنا میخوان. مگه شما برای نمره درس میخونی اصلا؟ این یعنی مدرک گرایی و البته مردم هم با بصیرت هستن و یکی دو باری هم که بصیرتشون رو تو خونه جا گذاشته بودن نیروی انتظامی بهشون یادآوری کرد و اون مشکل هم حل شد. امتحان کلا چیز مثبتیه ولی نتیجه امتحان مثبت نیست. آقای دکتر، البته به قول شما این مدرک گرایی و کلیک کردن روی نتیجه امتحان به شلوغ شدن فضا کمک میکنه و همون چیزی است که دشمن رو شاد میکنه و این چیزی نیست که کشور به اون احتیاج داشته باشه. کشور احتیاج دارد به آرامش. همه مسئولین، چه مسئولین تقنین، چه مسئولین قضا، چه مسئولین اجرا، برای اینکه کار خود را انجام بدن آرامش لازم دارن. مردم هم آرامش رو دوست دارن. ببینید معظم الله با همون درایت ویژه‌ای که مختص خودشون هست ترسیم میکنن هندسه فضای بهینه کار مسئولین رو. آرامش برای مسئولین بسیار مهمه، چون در صورت عدم آرامش نمیشه توقع داشت از مسئولین. شما دقت کنین
هر وقت اوضاع این مملکت خراب شده در موقعی بوده که عدم آرامش داشتیم ما. یعنی یا برهه زمان حساسی بوده یا ما به جای قرار داشتن در آرامش در پیچ خطرناک تاریخی بودیم یا یه چیزی از این قبیل. مثل این 30 سال. البته اینکه مسئولین ما چقدر در آرامش بهتر کار میکنن یه حقیقت ثابت شده است و همه به اون اذعان دارن. هرچی آرامش بیشتر بوده کارهای مسئولین هم بیشتر شده، مخصوصا مسئولین تقنین یا همون نمایندگان محترم مجلس بهتر به وظایفشون میرسن. اونچه که وظیفه مجلس بود انجام گرفت، دولت هم در مقابل اونچه که وظیفه مجلسه اعتماد به نفس لازم رو نشون داد. این هر دو طرف خرسند کننده است. از حالا من از اون برادرانی که اون مجموعه چند ده نفری در مجلس که این کار رو شروع کردن، از اونها من تقاضا میکنم قضیه رو تمام کنن. آقای دکتر، تجاوبتون در این مورد چیه؟ خب همونطور که میدونید فقط 19 دقیقه بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری نه تنها نماینده‌ها سوالو پس گرفتن، بلکه در 3 تا بیانیه مختلف بر ولایت پذیری خودشون تأکید کردن. ما تایم گرفتیم اینجا. از اون موقعی که اون چند ده نفر از ته مجلس بخوان بودن برن دم هیئت رئیسه سوال رو پس بگیرن، بعد بیان با هم یه متنی بنویسن، توافق کنن، بعد این رو بدن به دبیرخونه تایپش کنه، بعد بفرستن خبرگزاری یا مخابره بشه، اگر نماینده ها همگی بن جانسون و کارل لوئیس و اوساین بولت هم باشن از 19 دقیقه بیشتر میشه. این عشق و اوج ذوب شدگی در ولایت نماینده هاست که باعث میشه اینطوری رکورد بزنن. من از شما آقای دکتر هم تشکر میکنم و هم خداحافظی.